به به، سلام مادر جان. میبینم که کیفت کوک و چسبیدی به زندگی. ها دخترم، خدا خیر این همسادمونو بده که ما رو برد پیش این خانم مشاور. همون مشاوری که میگه تغییر باور و نگرش توی یک جلسه؟ ها همون خودشه. خب چیکار کرد که حالتون خوب شد؟ شما که بعد فوت یه چشمتون اشک بود، یه چشمتون خون. هر کاری هم میکردیم آروم نمیگرفتیم. ها میدونی با خودم میگفتم داداشم زود از دنیا رفت، هیچی از زندگیش نفهمید. خانم دکتر، داداشم زود از دنیا رفت، عمری نگرد بیچاره. تسلیت میگم خانم، خدا رحمتشون کنه. چند سالشون بود؟ 75 بیشتر نداشت، زود رفت زود. خب برادرتون زندگی خوبی داشتن؟ یعنی با همسرشون توی صلح و صفا بودن؟ زن نگو هیولا بگو هیولا. این داداش ما رو خون به جگر کرد، 30 سال عذابش داد. خب از نظر شغلی چی؟ برادرتون اوکی بودن؟ یعنی کارشون، درآمدشون، اینا همه خوب بود؟ بابا برادرم 3 بار ورشکسته شد، با خاک یکسان شد. در دود و دخانیات چطور؟ آیا آدم سالمی بود یا دخانیات مصرف میکرد؟ نه خانم دکتر، سیگار با سیگار روشن میکرد. اینقدر سیگار میکشید، 30 سال اخیر فقط سیگار میکشید، بس که فشار روش بود. ورزش چی؟ برادرتون خدا بیامرز اهل ورزش کردن بودن؟ نه بابا خانم دکتر، وقت نداشت که ورزش کنه، همش باید کار میگه از صبح تا شب. خب عزیزم، میدونی که میانگین عمر مردهای سالم تو کل دنیا با رعایت همه فاکتورها، اول اینکه یه همسر مناسب داشته باشن که باشون همراه باشه، اهل ورزش باشن، تغذیه مناسب داشته باشن، اهل دود و دخانیات نباشن، در دنیا چقدره؟ نه خانم دکتر، چقدر؟ ببین من برات حساب میکنم. یک مرد سالم با تمام اون فاکتورها تقریبا 85 تا 90 سال عمر میکنه. حالا برادر شما 40 سال با زنی زندگی کرده که اصلا همراهش نبوده و به قول شما هیولا بوده. این میشه 20 سال. اهل ورزش هم که نبوده، این میشه 5 سال. دخانیات هم که استفاده میکرده، 30 سال دخانیات.